مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظیم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، همه بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت و همه بینندگان شبکه جهانی و صالح حق، خدمت تک تک شما عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در برنامه گذشته پیرامون اشاراتی که در قرآن نسبت به خلافت سیدنا ابوبکر صدیق و در احادیث نسبت به خلافت سیدنا ابوبکر صدیق و همچنین اجماع امت در مورد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق مختصرا بیان نمودیم. حالا بحث ما ارتباط به مصادر قانونگذاری در حکمت سیدنا ابوبکر صدیق هست. قانون سیدنا ابوبکر صدیق چی بود؟ شعار سیدنا ابوبکر صدیق چی بود؟ و هدف سیدنا ابوبکر صدیق چی بود؟ چیز واضح و مسلم است که سیدنا ابوبکر صدیق همیشه میگفتن برای اصحاب جلیل القدر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، همیشه تأکیدشان این بود که متوجه باشید تا هر زمانی که من در خط رسول الله صلی الله علیه و سلم روانم از من پیروی کنید و هر زمانی که من از خط رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا شدم و فاصله گرفتم، مرا بر اون خط قرار بدهید و مرا متوجه بسازید. قانون سیدنا ابوبکر صدیق قرآن و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بود. سیدنا ابوبکر صدیق بر مبنای قرآن و سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم حکم می کردن. شعار سیدنا ابوبکر صدیق این بود که عدالت و برابری در میان مردم، فرق نگذارید که این عرب و این عجم، فرق نگذارید که این فقیر و این غنی، خلاصه عدالت و برابری در میان مردم این شعار سیدنا ابوبکر صدیق بود و می گفت صداقت و راستی اساس تعامل حکومت و مردم می باشد.
هر کس که صادق باشه و صداقت داشته باشه در حقیقت او امینه. این از گفتارهای سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. هر کس صادق باشه و صداقت داشته باشه او امین هست و هر انسانی که دروغ بگه او خائن هست. از برنامه های سیدنا ابوبکر صدیق جهاد در راه خدا، مبارزه در راه خدا اولویت حکومت سیدنا ابوبکر صدیق بود. ابوبکر صدیق بود که جهاد بر حکومت خود اولویت میداد، مقام اول میداد. این برنامه سیدنا ابوبکر صدیق و مبارزه با مفاسد اجتماعی میکرد. سیدنا ابوبکر صدیق در اجتماع اگر میدیدن و متوجه میشدن که انسانی به بد اخلاقی و یا اینکه جامعه را به فساد میکشانه او برخورد جدی صورت میگیرد. سیدنا ابوبکر صدیق از اکابر صحابه و از بزرگان صحابه در راستای حکومت اسلامی کار میگرفتند که از آن جمله امین این امت را که رسول الله صلی الله علیه وسلم او امین این امت گفتن، حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه او را به عنوان مسئول امور مالی خلافت اسلامی تعیین کردن که تو مسئول امور مالی باش، امین امت. سبحان الله. مسئولیت قضاوت را سیدنا ابوبکر صدیق به سیدنا عمر بن الخطاب سپردن. ببینین این ذکاوت و این درایت سیدنا ابوبکر صدیق را، چقدر وظیفه شناس، چقدر با چی فکر و درایتی که وظیفه ها را برای اشخاص میدن که اونها اهلیت و شایستگی او مقام و پست دارن. زید بن ثابت در بخش ارتباطات داده می شود. سیدنا ابوبکر صدیق به زید بن ثابت میگن تو در بخش ارتباطات وظیفه داری، در بخش که ارتباطات خلاصه قبائل و اشخاصی که میآیند در مدینه داخل میشن و به وفدهایی که میآیه، مهمانهایی که میآیه و اشخاصی که میآیند، این وظیفه و مسئولیت زید بن ثابت هست. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه برای سیدنا علی بن ابی طالب و سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنهم وظیفه نامه ها و دستورات حکومتی را که می نگاشتن به اونها میدن. نامه ای که از طرف سیدنا ابوبکر صدیق به طرفی که می رود باید به او خوب دقت شود. این وظیفه که بسیار وظیفه حساس و مهم و وظیفه است که تمام آبروی حکومت اسلامی با این بستگی داره. اگر نامه به طرف یک ابرقدرت میره، به طرف یک قبیله میره، به طرف یک دوست میره، به طرف یک دشمن میره، این نامه باید دقت بشه از طرف امیر مسلمان ها و خلیفه مسلمان ها. سیدنا ابوبکر صدیق این دو شخصیت را به این کار انتخاب میکنن، به کار نامه و دستورات حکومتی که وقتی به این طرف و آن طرف ارسال میشه. سیدنا علی بن ابی طالب و سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنهما. خلاصه سیدنا ابوبکر صدیق وقتی که جانشین رسول الله صلی الله علیه وسلم می شود، مسلمان ها لقب خلیفة النبی را به سیدنا ابوبکر صدیق میدن که تو خلیفه رسول خدا صلی الله علیه وسلم هستی. تمام صحابه بر این اصرار دارن که سیدنا ابوبکر صدیق باید که تمام وقت خود را و تمام اوقات خود را صرف امارت اسلامی داشته باشد، صرف این حکومت و این
خلاصه خلافت داشته باشد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با همراه حضرت ابو عبیده روزی در بازار متوجه میشن که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پارچه بردوش دارن و در بازار میگردن. حضرت عمر و ابو عبیده میآیند که ای خلیفه مسلمان ها چه کار میکنید؟ سیدنا ابوبکر صدیق گفتن مگر من فامیل ندارم؟ مگر خانواده من از گرسنگی بمیرن؟ آمدم در بازار و این پارچه را به فروش برسانم و چیزی بخرم و آذوقه به خانه ببرم. چون سیدنا ابوبکر صدیق تاجر بودن و تجارت میکردن و تاجر پیشه بودن. حضرت عمر و ابو عبیده رضی الله عنهما سیدنا ابوبکر صدیق را گفتن که شما بیایید و حضرت ابوبکر صدیق آمدن و در مسجد نشستن، صحابه جمع شدن، حضرت عمر بلند شدن و با مشوره‌ای که با همراه ابو عبیده کرده بودن گفتن که ای مسلمان ها، ابوبکر بعضی وقت باید مصروف کار و تجارت خود شود تا اینکه مشکلاتش مرفوع بگردد. چی می شود که از خزانه مسلمان ها و بیت المال بر ابوبکر معاش تعیین گردد؟ همه قبول کردن، اجماع شد، همه تایید کردن که سیدنا ابوبکر صدیق باید که معاش داشته باشد. وقتی که معاش تعیین شد به اندازه 250 درهمی که به اصطلاح همان وقت و زمان بود و با یک گوسفند که سالانه با او گوسفند بدون به اصطلاح کله و پاچه گوسفند و بدون اون شکمبه گوسفند فقط، این برای زندگی سیدنا ابوبکر صدیق کفایت نمی کرد. و تا اینکه سیدنا ابوبکر صدیق متوجه شدن که زندگی با این پیش نمیره و بعداً بار دیگر وارد بازار شدن که همان تکه داشتن و پارچه داشتن که او را بفروشن. به این مرحله باز حضرت عمر و ابو عبیده متوجه شدن و گفتن که ابوبکر چه کار میکنی؟ گفتن که با او معاش پرده و گذاره من نمیشد، باید که کار دیگری هم می داشتم. حضرت عمر گفتگو با ابوبکر صدیق بودن که سیدنا علی ابن ابی طالب آمدن. سیدنا علی ابن ابی طالب گفتن که میریم با مسلمان ها مشوره میکنیم و میگیم که چیزی اضافه بشه. و این بود که به این مرحله سیدنا علی ابن ابی طالب پیشگام شدن و برای مسلمان ها بیان کردن که خلیفه مسلمان ها به این معاش و به این چیزی که مقرر شده کفایت نمیکنه. تا این بود که با 250 تبدیل به 300 شد، 300 درهم یا هر چیزی که در همان وقت بود، و او گوسفندی که داده میشد با کله و پاچه اش و با او خلاصه گوسفند کامل. بناهن شما ببینید خلیفه مسلمان ها سیدنا ابوبکر صدیق، همه بیت المال زیر دست سیدنا ابوبکر صدیق، زیر قلم سیدنا ابوبکر صدیق. اگر بخواهد با یک امضا شاید صدها و هزاران گوسفند بیرون شود، صدها شتر بیرون شود و صدها درهم و دینار بیرون شود، ولی سیدنا ابوبکر صدیق از اون معاشی که از بیت المال به او داده می شود یک حبه و یک ذره هم پایین و بالا نمی گیرد و می رود تا اینکه او معیشت و زندگی خود را از آبله کف دست و از تجارت به دست بیاورد. کجا هستند سردمداران امت اسلامی که امروز به عنوان رهبر، به عنوان زعیم، به عنوان مسئول در بین امت اسلامی قرار دارند که تمام بیت المال مسلمان ها حیف و میل میکنن، کسی نیست از اونها پرسان کند؟
ابوبکر صدیق نمیتوانست؟ میتوانست، ولی نمیکرد. از خدا میترسید، خشیت الهی در دل داشت. بناهن این جایگاه و این واقعا زهد و تقوا و پرهیزگاری سیدنا ابوبکر صدیق. ارتباط به تواضع سیدنا ابوبکر صدیق انشاءالله بعد از یک میان برنامه بیان خواهیم کرد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. خدمت همه بزرگواران و سروران مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سخن از سیدنا ابوبکر صدیق هست، سخن از اولین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، سخن از اولین کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان می آورد و اولین کسی که سفر معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم را تصدیق می کند. سخن از شخصیتی که زهد و تقوایش برای همه جهانیان تا قام قیامت درس است و سرمشق هست. و ابوبکر صدیق بعد از انبیاء علیهم السلام، بعد از نبی کریم صلی الله علیه و سلم، برای امت اسلامی بهترین اسوه و الگوی حسنه هست. ارتباط به زهد و تقوای شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق اشاره کردیم. تواضع و فروتنی سیدنا ابوبکر صدیق در وقت خلافت. ابوبکر صدیق خلیفه مسلمان ها، ابرقدرت جهان، شخصیتی که خلاصه در دنیا می درخشد، جانشین رحمت للعالمین، چگونه تواضع دارد، چگونه فروتنی دارد. از زمانی که امت اسلامی سیاست را از ابوبکر نیاموختن و رها کردن و رفتن دنبال سیاست‌های پوچ، سیاست‌هایی که جز ننگ و عار چیز دیگری به بار نمی آورد، امت اسلامی خار شده. سیاست ابوبکر صدیق سیاست تقوا، خدا ترسی، زهد، سیاستی که تواضع و فروتنی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در وقت خلافتشان در همان قبیله و منطقه‌ای که بیرون از مدینه ازدواج کرده بودند و خانهشان در آنجا بود، بعضی وقت و بعضی اوقات سیدنا ابوبکر صدیق گوسفندان را به اصطلاح شیر گوسفندان را می گرفتن و گوسفندان را می دوشیدن و در کنار سایر برادران خود خدمت می کردن. روزی
کسی به سیدنا ابوبکر صدیق گفت که از روزی که خلیفه شدید حالا دیگه توجه به گوسفند و به دوشیدن گوسفند و به اینها ندارید. یعنی شکلی به حضرت ابوبکر صدیق وانمود کرد که شاید متکبر شده باشید. سیدنا ابوبکر صدیق گفتن نخیر، چنین نیست، والله فقط کار امارت و حکومت مرا مصروف کرده، مصروف کارهای امت اسلامی هستم. همین بود که سیدنا ابوبکر صدیق در همان منطقه و قریه مدت میرن. در وقت خلافت، در وقتی که خلاصه جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفته بودن و تمام ارتش و سپاه همه زیر اثرشان بود، میرن مدت در کنار برادران خود در اونجا گوسفندان را میدوشن که این تواضع و فروتنی سیدنا ابوبکر صدیق را نشان میدهد. مصادر قضایی دوران خلافت سیدنا ابوبکر صدیق. در دوران سیدنا ابوبکر صدیق در بخش قضا از چی کار می گرفتن؟ از کدام مصادر قضای دوران ابوبکر صدیق، خلافت سیدنا ابوبکر صدیق؟ اول قرآن بود. وقتی با یک مسئله سیدنا ابوبکر صدیق دچار می شدن به قرآن مراجعه می کردن، نگاه می کردن که قرآن عظیم الشان چی می گوید. اگر به داخل قرآن و از قرآن چیزی دریافت نمی کردن، سیدنا ابوبکر صدیق به احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مراجعه می کردن. مصدر دوم، اگر به احادیث هم نمی یافتن و نمی دیدن، سیدنا ابوبکر صدیق به اجماع از طریق مشورت با اهل علم و فتوا مراجعه می کردن، با اکابر و بزرگان صحابه، با مفتیها، با اهل علم، بعدا اجماع اهل علم و فتوا می گرفتن. و اگر در اجماع اهل علم و فتوا هم چیزی به دست نمی آمد، سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اجتهاد و او نظر شخصی خود را متوجه می شدن که در این قضیه نظر خودشان چیست. وقتی در قرآن مسئله حل نمی شد، در احادیث نمی شد، یعنی نبود در قرآن و در احادیث و در اجماع صحابه اهل علم و فتوا، اینجا نظر شخصی خود را ارائه می کردن. و نظر شخصی سیدنا ابوبکر صدیق هم برای مسلمان ها و برای امت اسلامی حجت بود، دلیل بود، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که آنچه که اگر شما در قرآن و حدیث نیافتید و بالاخره سنتی و سنت خلفاء الراشدین، سنت من و اگر نبود سنت خلفاء الراشدین که در رأس خلفاء الراشدین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قرار دارند. بنابراین این به طور خلاصه و فشرده مصادر قضایی دوران خلافت سیدنا ابوبکر صدیق که قرآن و حدیث و اجماع صحابه که اهل علم و فتوا بودن، اجتهاد و ارائه نظر شخصی در صورت عدم وجود حکم صریح در قرآن و سنت و اجماع صحابه. چی خوب است که در همین جا مسئله حکم میراث رسول خدا صلی الله علیه و سلم بین هم یک اشاره داشته باشیم، چون مصادر قضایی دوران خلافت رو بیان کردیم. بین امت اسلامی مسئله که بعضی وقت گفته میشه مسئله حکم میراث رسول خداست که آیا از رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی به ارث میمانه یا نمیمانه. و این که بعضی ادعی میگن ابوبکر صدیق ارث پیامبر نداد، یعنی او
باغی که در فدک بود و یا مسئله غنائمی که در خیبر بود، اینها را حق فاطمه الزهرا بود و توجه نکرد. در این قضیه باید تا اندازه ما بفهمیم و بدانیم که واقعیت امر چی بوده و چگونه هست. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگویند حضرت فاطمه و حضرت عباس رضی الله عنهما اینها به نزد حضرت ابوبکر صدیق آمدن، به نزد حضرت ابوبکر صدیق رفتن و سهم خود را از ارثیه رسول خدا صلی الله علیه وسلم خواستند. آنان خواهان زمینی که از آن حضرت صلی الله علیه وسلم از فدک و سهم ایشان که از خیبر بود از حضرت ابوبکر صدیق طلب کردند. حضرت ابوبکر صدیق در پاسخ به فاطمه الزهرا رضی الله عنها و به حضرت عباس فرمودند من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که ایشان فرمودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا نورث ما ترکنا صدقه انما یأکل آل محمد من هذا المال. رواه البخاری. حضرت فاطمه الزهرا وقتی که این شنیدن که حضرت ابوبکر صدیق فرمودن که من از رسول الله شنیدم که انبیا از خود میراث نمیگذارن و من میراث نگذاشتم، آن چیزی که گذاشتم صدقه هست و فقط میتونن اهل بیت از این مال استفاده کنن، مسئله ارث نیست. حضرت فاطمه الزهرا آنچه که شنیدن که قول رسول الله صلی الله علیه و سلم، قول پدر بزرگوارشان است، جا در جا تسلیم شدن و قانع شدن و برگشتن، چون فاطمه الزهرا از این سخن پدر مبارک خود بیخبر بودن. حضرت فاطمه الزهرا این حدیثی که میراث میرسه و میراث نمیرسه این نرسیده بود. حضرت فاطمه الزهرا برگشتن و به خانه خود و حضرت ابوبکر صدیق با حضرت فاطمه الزهرا با هم گفتگو میکردن، اگر برابر میشدن سلام میکردن، علیک میدادن و حتی در وقت مریضی حضرت فاطمه الزهرا سیدنا ابوبکر صدیق به دیدن اونها رفتن و علی ابن ابی طالب میگوید یا فاطمه ابوبکر اجازه میخواهد آیا بیاید داخل یا نیاید؟ فاطمه الزهرا میگوید چون تو همسر من هستی، اگر تو اذن بدی اذن هست. با هم دیگر می نشینن، با هم دیگر صحبت میکنن. بالاخره او دخت پیامبر هست. سیدنا ابوبکر صدیق احترام خاص الخاصی به حضرت فاطمه الزهرا و به تمام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتن. از اینجا دشمنان استفاده کردند که ابوبکر حق فاطمه الزهرا را نداد. چند نکته اشاره میکنیم. یک، جز وارثین ارثیه پیامبر حفصه و عایشه هم بودن. اگر از پیامبر چیزی به ارث میرسید و به ارث میماند، سیدنا ابوبکر صدیق و عمر فاروق پیش قدم میشدن، حق دختران خود را اول میگرفتن. یک، در حالتی که مثل که حضرت فاطمه الزهرا درخواست ارثیه کردن، ازواج مطهرات هم درخواست کردن، حضرت ابوبکر صدیق چنین جواب داد که از انبیا علیهم السلام چیزی به ارث گذاشته نمی شود، درهم و دینار به ارث گذاشته نمی شود مگر علم رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس نکته اول، اگر از پیامبر چیزی به ارث میماند، ابوبکر و عمر زودتر پیشگام می شدن نسبت به گرفتن ارثیه فرزندانه او چیزی، چون حضرت عایشه و حضرت حفصه جز وارثین رسول الله صلی الله علیه و سلم. نکته دوم، حضرت علی کرم الله وجهه وقتی که به خلافت رسیدن نگفتن که این فدک و بالاخره این سهمیه خیبر مدت متروک شده بود، ای حسن جان و حسین جان ای سهمیه شما که مدت ها ترک شده بود. حضرت علی کرم الله وجهه هم ای جریان را مطرح نکرد و بحثی به میان نیامد و جریان ارث را اصلا در وقت خلافت خود بحث نکردن. اگر حق
اینها می بود و مسائل ارث می بود، حضرت علی کرم الله وجهه به حضرت امام حسن و امام حسین برمیگشتاندند. نکته دیگر این که حضرت فاطمه الزهرا، این مسئله که بگیم فاطمه الزهرا رفت پیش ابوبکر و ادعای ارث کرد و بعداً با ابوبکر صدیق بغض کرد، کینه کرد به خاطر دنیا، این در شأن فاطمه الزهرا نیست. فاطمه الزهرا او لحظه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم، لحظه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن از دنیا برن که بر فاطمه الزهرا چیزی گفتن و فاطمه الزهرا گریه کرد و باز موضوعی گفتن و خنده کرد، ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه بعداً ما پرسان کردیم که یا فاطمه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ میگه او لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ای فاطمه من از دنیا میروم. فاطمه گریه کرد رضی الله عنها و بعداً صدا کردم که ای فاطمه، رسول الله صدا میکنن ای فاطمه، اولین کسی که از اهل بیت من به من ملحق می شود و وصل می شود تو هستی. و این بود که بعد از 6 ماه در ماه مبارک رمضان، در همون سال 11، حضرت فاطمه الزهرا با رسول الله صلی الله علیه و سلم وصل میشن. ببینید فاطمه الزهرا میدانست که در این دنیای فانی زیاد نمیمانه، با رسول الله صلی الله علیه و سلم وصل میشه. تمام فکر و هم و غم و ذهن خیر النساء اهل الجنه طرف بهشت بود، نه به این دنیای فانی، نه به اون زمین و یا بالاخره دنیای اندکی که بالاخره هیچ ارزش نداره. این در شأن فاطمه الزهرا نیست که فاطمه الزهرا به خاطر یک زمین، به خاطر یک باغ، به خاطر یک شیء اندک دنیوی بیاید کینه برداره، بغض برداره، عداوت برداره. این مسئله شأن فاطمه رو پایین می آورد. او فاطمه که ما می شناسیم، او خیر النساء اهل الجنه که ما می شناسیم، او دل نداشت که با کسی کینه بگیرد. او دل نداشت. دل او چنان دلی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که فاطمه فاطمه تن من است. خلاصه فاطمه از وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. شخصیتی نیست فاطمه که بیایه با اندک مسئله دنیوی. این انسان‌هایی که امروز میخوان فاطمه الزهرا چنین معرفی کنن، از دید خود میبینن که دنیا اونها را فریب داده، دنیا اونها را غرق کرده، با اندک مسئله دنیوی خدا و پیامبر را پشت سر میگذارن، فقط دنیا را مد نظر دارن. نه، فاطمه الزهرا چنین نبود. بین فاطمه الزهرا و سیدنا ابوبکر صدیق و صحابه و اهل بیت و بالاخره بین علی مرتضی محبتی بود که الله سبحانه و تعالی او محبت ایجاد کرده بود. نه حرفای امروزی که بیاین علیه سیدنا ابوبکر صدیق و سیدتنا فاطمه الزهرا حرفهای بزنن، اینها نه از شأن فاطمه نه از شأن ابوبکر صدیق هیچ ذره کم نمیکنه. اونها نزد الله مقام دارن، قرب دارن، منزلت دارن. بناهن پس به این چند دلیل این مسئله واضح میشه که حضرت فاطمه الزهرا آگاهی نداشتن، آمدن طلب ارث کردن. حضرت ابوبکر صدیق گفتن که انبیا علیهم السلام بعد از خود ارث به جا نمیگذارن مگر او چیزی که از صدقه هست. و سیدتنا فاطمه الزهرا قانع میشن و برمیگردن و دیگه هیچ حرفی هم به دنباله پیدا نمی شود. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده که این مسائل تاریخی خوب دقیق و با دقت بفهمیم و بدانیم و بالاخره متوجه بشیم. نگذاریم که امت اسلامی متفرق بشه، نگذاریم که دشمنان اسلام بیان از این خلا وارد بشن، بین امت اسلامی تفرقه ایجاد کنن. خدای تبارک و تعالی به حرمت و جایگاه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر همه مسلمان ها اتحاد و اتفاق و انسجام و همبستگی عنایت بفرمایه. خداوند ما را در روز قیامت در کنار اصحاب رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم محشور بدارد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال.